خیر ندیدم از تو برا خیر کنی خود کنون کردی و بیننگی سو وقت نکردم سر زمینه برد من اون کار دارم نمیزه این پاک او خوده حالا اگه میته خون گم کرده که معلوم نیه اونون به فارش در جیغ میکنه معلوم نیه که به کجا هسته من چه کار کنم از دست ازی بران من رنج شدم رنج چه کار کنم چی خاک به سیاه و صرف کنم من تو من رو پیدا کنم سر بده بله گیله به کجایی تو؟ ها؟ تو به شهر چی مستی گیله ما به تو صبح نگفتن چای خوب بخوردی برو به سر زمین و پل گندم ولده که شعلی میکنم تو به شهر رسیدی وقت به کدو چای کوچگی؟ تستره که بیا به تو کار دارم بیا تستره بیا خاک به سر تو شما تو به شهر رای کردم تو به خرگوشا چی کردی آخه تو بیا تستره بده وای 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 هرچی که میگه نه گفته برو خرگوشا بفروش سرزمین ها یله باشه ای برو برم من خرگوش بفروشه ای تو بیکار مونده ای بسوختم در گرفتم مثل من دگه نمیرم به کلو کوشا خوردادم پرتو دگه نمیرم به تلو دگه نمیرم چی کنم من چی کار کسی ها صرف کنم دست ازی براد آنه بیامدم مرگ آنه بیامدم ما تو صبح کجا رای کردم گیله تا چری مرگ به جوانم نفری میکنی من اصاب مخرا بیت خوشبیل و تو خاک به سرت شه ما تو صبح کجا رای کردم چری به جوانم من نفری میکنی تو چری به حرف من نمیکنی آخه برف تو بکنم یا برف نانه خو نانه به تو چی گفت نانه من گفتن برو خرگوشه بفروشم خونه رو غلبه کرده آخه حالا وقت خرگوشه زمین ها اینجا یله خب زمین های دیگه خود تو تاشم تیپ میزنی برای بر میگیری من امروز تا چاش کار دارم برو به سر زمین ها رو بیادن درکاتو نبود که کجا بیدی تو وقت بفتی به شب پس بیامیدی تو بابا در خرگوشه بفروشیدم چهره نیم سر شدم گشنه شدم سنجبیت خوردم گیله حساب مخرب همین زمینه با ما و تو مونده کسی دیگه کار کنه اگه کار نمیکنه که بفروشم ردن رو گم کنه بیا عظیم دو مامشو کار نمیکنم چه کار شده تو؟ چرا کار نمیکنی؟ چه کار شده؟ به چی واسطه؟ تو اما سیر شدی؟ تو یک شو دو شو مال از من کلونتاری من دو شو از تو کلونتارم چرا تو نانه من نزبادار کرده من نزبادار نمیکنه گیله اگر از این گپا مفترده تا چرا؟ تو پره نشده اگه تو نانه من به فکر از اینی که از این باید بغل کمال یاد بگیر خدا بابا بیامرزه اگه تو به فکر از اینه که من تو تارتوق ازر میدم خدا بابا بیامرزه خدا تو اصلا بیرون میکنم من خلاصه به تو گفتم برو با خمس دوری بگی دیگه به سرم نیایی دیشب نانه من خود پیدا کن سعی کنم کی تو کار میده به تو ما امسال چند من 2 میلیون خوشه چیندم نانه من دیشب من خیال کردیم خیلی بودم چی گفتم؟ چی بگم من پوش خود پاک کنم بابا تو میگم بگم پوش خود پاک کنم بابا میگه وای 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 من دیشب از درخت کمپل و بالا به تر مینداخته بودم مخوی مرغی میرفتم نانه گفت گیلک عباس تو میگفتی او نانه من میگفت گیلک گاله که از عید قربون بزی ولی نام خدا که تنبو شده بگیری نوز باددار کنی لنگ از این بسته کنی تو میگفتی نه ما پول نداریم عقل کمال نداره خونانه دیشب 2 ساعته هم میگفتن که بگن گیلک روزادا کنیم من دیگه بفت ترزندو تو چره؟ این گپا نیه من دیشب بترسیدم من شد کی بود؟ حالا وقت کاره بگذار که من گپ زنم دیشب کی بود کف مامر بخورد اخواه بیدار میشه میبینم ایشکی نیه
عقل بکنی ها عقل بکنی گیلا متش با خود بگیری کارش ده که امرو بس دستپاتو نمیسته بخور من نمیسته کار میرم رو خو میرم همین تو برو که ور راه گردی بفهمیدی بخیر خوشی خراب کنه جاتوشه خوبه همین که از تو خیر نبینم خیر نبینم آزنده باشی بفهمیدی من که تو لوی سیرس لیوی تره ببین بینگی کلو چرا من رزباندار نمیکنی کدی نفره ببین افغانستان هستی که دختر خوب تو بده آن خالی بالا با خدا نیم با خونه غلی بالا کینه ماما کنده با خونه ماما کندل بری هم پا خب بگذاری میفهمم که تو 100 دقیقه کم داری خود ماما کنده بیاقلی مال 1 متر و 20 سانت کج رو میره تو بیا باره ماما زهرا براره من گناه دارم من گناه دارم من بده پول داری بده چی؟ بده 5-6 لک تو بیا باره تو بیا باره پول بده خب بیا باره بگو خب پول نمایه بابا ازم را میگه پول بدی خب سر فاتی دست پول نمایه کفاته بدی کدوم که با خوش کنم 17 تا دختر داره غلی بالا درو که دختر خوبه نمیورم مگیلک بدین خلاص بیا باره اگه نری من میرم خوب ایرانا میرم به ایرانا میرم خوب کار میکنی میگم خراجات نمیده بریم بله رمانه بگذار گپ مفتنه از یعنی با خودی تو میرم حالا که با تا گوشو میزنی خیلی گپ میگه از من کلونتری ترام تو دارم میرم به خانه ماما کنده خوبه گیلک دو شرط دارم چی شرط؟ شرط اول اینه که بخیر خوشتون رو داد کنم امی بلا به دست خود میگیری 24 ساعت مگر کار کنی این زمینه ما تو مونده چشم خوبه دیگه میری به خونه ما بکنده مثل بچه نقل بشینی گپ نزنی بگذار که من گپ زنم که تو هر چی میگی لا و لعب و پوچی اصلا تو بگو من مثل بچه دشلمی بریم میرم میشینم خوبه رسی خاطر تو به گپ زدن خونه میفهمی خوبه بره یک چیزی نیست که اونجا تو مرسی لط نکنه بیرون میکنه بره بیا بریم مرارم من گناه دارم من بریم بلرم بیا دیگه بعد میاد راحت برسه که میشه دختر خو میدم تو بیا بلمر مجونا بگذار نمیجا مجونا بابا بلمر خب بیا کش کو خودی خب بیا آره باشه گیلک از این ماما میپسی ماما اشتنی خوب بخیر سلامت سلام علیکم من نمیشم پیارستیم بخیری سلامت خیریاته گیلک اسم چی بود ماما کنده ببخشی ماما ببین منطقه به اسم ماما کندل نفر میشناسین شناختن نکنیش بسیم چی ماستیم از این؟ همین تک کار داشتیم اگه سرای به ما بلد نیم سرای به شما بلد دو؟ بله یا تکو ماما دو تو به سرا کنیه تو حال خود گسپند داره به سر زمین ها به پیش گسپند ها همون دیگه درسته کجایه؟ آدم کل سفیدیه ما که شما اول بگفتیم با بفهمیدم که کینو که همسایه مانه ما مدتی به این منطقه کلون شدیم بگم نمیشنستیم حالا تو با منطقه خود نمیشنستی همسایه خود نمیشنستی درسته ها بفهمیدی سکو ماما میته برو پرینتا خب بغل می دیوالا که میبینی از کامera پیش میری میگیری اونجا زمین سرویسیه من پیش گسپند ها پیش تمام پیشتر رو پیش خیلی بریم ماما دست شما درد نکنه ببریم دیلک بده خیلی بریم ماما کتاقاتی قط بلند داره حساب پخشه سر کلوس مثل دوق ولی سفید همونه دیگه درسته از تو پرسان کنی بهش فرض کنی تو جنگ کو خودی نمیکنی نه برارم ما برم به خوشرونی چی همه چی چی ماما این برو ما زن برو ما برم بر زن بدن اینگه بر بسته کنم بیا بریم بیا اما ما کنده لو نمیته چیزا بی تخته هم رنگه چکه مرگ بخوری چکی گه بسه کو انا مینایم عباس نه سلام علیکم شما اشتنین بخیر سلامت اینجا شما جوره الله تیاره گیلک بس دیگه فقط عاشق بوسی سلام علیکم اشتن منده نباشید یاد خوبی برار جان ما بچه هستن جز کله معقلی پی زیر بیدا پالو کربال لومیده نشونی بزی نشونی در سرام و مشغل دونیه ما بیامدن کمر به غلامی خوش ما قبول کنی گیلک ما گپ نزنم گپ زن با فکر کنم واسطم اینجی چکی خب گیلک گفتی اسم ماما چیه گفتی ماما کندل ماما کندل جان قرار از مزایمت اولی که ما ماستیم آدرس سراشو میپرسیدیم یک دلای گفتن حال اعمال اینجا تا باغچه پیش گوسفنداش اشتاد برنزم ما سمر در سراش ما اینجا لالا گفتم انا تا باغچه پیش گوسفندا خوش اشتاد بله تا باغچه انا گفتم پس در سراش ما نمیامیم با این باغچه چند دقیقه پیش شما بشینیم ما گیلک هستیم به چی ما غلام حسنیم فهمیدین گیلا کجی عباس
خود دروغ نگو برارم دیگه بیار ما غلام یک کجا بود. خب بگو صحیح گیلک تو چوب کو دیگه راسته بگو به چی ما غلام آسانی بفهمیدین ما بیان که این برام گیلک شما به غلامی خود قبول کنین دست شما درد نکنه خب بله یا فاطمه دیگه تحقیق خیلی اگه آدم گولین شما خیلی تعریف کردم میگم به اون واسطه بله این برای شما چی وظیفه داره چه کار میکنه ماما کن دل جمع باشیم انشالله با شما قول میدون که دخترک شما گوشنه نمیمونه من روز 2 وظیفه دارم از این که من دیگون هم هستم بفهمیدین بله. ما زمینداری هم داریم وظیفه هم ما دارم برارم به شهر چی وظیفه به شهر کنه یک وظیفه ما به شهر به تقلی ما خب. یک وظیفه دیگه ما متعدی ما ما از صبح تا با جا شما و نفتک و نویری شما خیلی باشه قبرکنم آفرین بفهمیدیم خب. از چاشتم تا به خفتن نانه شفاخونه هم بابی شفاخونه کی؟ بابی شفاخونه باب شفاخونه تقلی خو بیشتر بابا کندل بله در کنار از این شغلا برار ما گیلک نام خدا 10 پنجه نونره نه 10 پنجه نه 20 پنجه پا مرم حساب کنه 20 پنجه من 20 پنجه هنر دارم کاکا کندل یعنی همه بیشتر. یک شاعری هستن که به شهر ایراد کسی شعرا من نگه بله یا شیرم میگی یا آه یک گوتی هم میدم که یک شیره بگو دلی که داغ نداره گیلکی چی میگی تو ها؟ همون شیر تویانی خور بگو آه. تو را سگریت بلب بینم کفن بگردن آفرین کسی به کسی کاری نباشه چه خود بیا پون نبکن خب منارار بکنیم شلی بکاریم میان شلی ها میگوره جاله آفرین سه یک گیلک. شیری بیده آنی ماما چلتی چی؟ چای بطی هم یاد دارم برام گیله یادت خوشحال بچیر با میام بغل اینا میخونم دم که بابا خیلی خوشی از یاد خودم حالا دیگر من گفتم ماما کندل از ما چند پیشکش میستونی که گردن ما بند باشه من یک آدم غریبیم که اگوشنگی موشا خونی مال ورس میره کوکا ما جو آدم غریب روز داشتم سر یاره خوبه گردم نوری چشم ما اگه دخترها خواه عروس کنم با دمادا هم پولم میدم حقیقت حقیقت ببین عباس ما به تو بگفتم برار بیا که برین تو گفتی عرا ما پول ماییم یعنی اگه دختر خود عروس کنی به دومات خود پول میده بله یعنی اگه ما دومات شما گل برو بوشم به ما پولم میدین پولم میدم بله پولم میدن گیله اشته پول میدیم ماما کنده دیکو 100 تا دختر دارم خیر بینیم یکی هست 40 سالیه خب بفهمیدی اگر عروس کردن 40,000 پول به دماغ میدم خب یکی دیگه 50 سالیه خیر بینیم بفهمیدی اگر عروس کردم 50,000 پول به دماغ میدم آه. دیگه یکی دیگه 60 سال عمرینه خب اگر عروس کردم 60,000 پول به دماغ میدم کاکای من آنی گیله هنه برابره دیگه سید دیگه. کاکا کندل یک دختری ندارن که 100 ساله باشه یک لکی به ما بدین خب چی میگی گیلک تو ابا برای سرمایه میدی کاکا میگم به دومات خود سرمایه میدم میگم ابا برای سرمایه میدی چرا میگم خود شما میگم به ما دومات کندل خود یک دقیقه آخه ما ترک کنجگاه بیا نکنم زاد دار کنیم برات پول میدی تو خود نمیگم ما به دومات خود بله کجی ها میگه دو تا آدم های بیامده به خسرونی داده تا اومده ها وای 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 ها خوب یک کار خواه کردم خوبه خداحافظ خب شما برای سرمایه اومده خود شما نمیگین خود 100 یک لک پول خونه میدن دختر 100 ساله از کجا بیارم به تو خب بابا 600,000 میگم میدون دیگه وای وای نه بابا وای 40,000 دیگه کجا بیارم به تو بودم ها کوکا خوب کردم میبینی من بخدیم که بابا. جلو تو نمیشدم بخزم برین کوکا ماما کندل ببخشیم برو ما کم شوخی ماما کندل کوکا جو ببخشیم ماما از این کندل شهر خیره خود باشه مفراد نکن گبز خود خسوخ ما خرافتم دیگه بابا جلو تو آدم میشم گبز خود وخی برو وخی ماما جان پول نمایم دختر خود میدیم ماما دختر خوب بودم با تو دختر خوب بودم سر دختر خوب میدم بس کاغذ تو دختر می دیوانه تو برای سرمایه میدی سعی کو تو مرد که بی عقل نافهم خب نه دیگه نمیبینی که رو میدم ما بابا از خسرونا برد چی تو تیز بیا این دیگه بده نه میچکر چی میگم چی میگی؟ سکو فقط دور به پیار خوب بگو با هر رقمی میشه اینا ریاله نکنی که بره اون پشیمون نشد نه فقط سی پیشکش هم اصلا نشه مفتم بده آه پولم ما میدیم بری برو کجاییه آنه مرفت من به پیار خواهی داستانه میگم ها دیگه ببینی خورو در مالی تو گفت تو به خونه بمونده چکار کن من اینجا بسته کن
دخترام خونه مونده که نه بیخی که چه رو درس را شما خودی چوکات خسرونا بکن ولی چی شو بابا کو خسرونا برفتم برات کار خو چی چری نه برفتم بابا بولو که دیونه چری حساب کو میگفتم تو پول بده ماما تا جایی که ما دونه پول بسونم میگفتم پول بده ما خاطر عشقی گفتم که ما به دومادا خود پول هم میدم اونا خون تمام نه خونتم بیدم به مرگ گرفتم 33 بلای میدادم یا نه امیت برام کور پاس نیایم امیت تو سیر پیش میکنه دیگه اونا نبینم کدی پالسا بسر میرفه اینا تیرگی میدیم امیت یا نه امیت چکی یک پالر میدیم پالی میدیم رمزون پالی میدیم پال میدیم بابا حالا که مثل بشی میدم تیرگی هم مثل بشی تیرگی بابا تو ندیم بچگی دیگه نکو بشی به یک جا کجی جان تو برو برادم خسرونار بگیر که اونا پشیمون نشن تو بشی نگمه یک دو تیر سرویس ما پیارتم استونم تیری چنده میده ماما تو دره آخر می یا نه یک دره نه یک دره من پر نه تا دره آخر تو دره آخر تیری 6000 حساب کنی 6000 بالا من چنده میفته که خود دو تیره به تو 6000 حساب کنم از نه با دعوای تسته نکده برو رو به زحمت کشی تیره من 5000 مایا نه مای بابا نه برو رمضان نمیدی چند دره خود شما کردیم من دره دیومه خلاص دیگه بابا چند دره دیگه میده 7 8 دره دیگه میده هیچ میکنی رمضان 5000 تو یخ کن تو او یخ کن تو یخ کن حساب کن یخ کن تیره میده ای چی میگه بابا رمضان گپ زده بابا من تو یخ سن سکوت تو یخ سن دره میده بابا برو خبر قلق کن برو بگو برفتم برات کار خورتم اونا پشیمون شدم چی یخ زنه حساب کن تو همیشه بسا یخ سنه بگه بفهمیدی یعنی قرار زمستون که بیایه بابا برون با مدر خب بگو خسرونا پشیمون شدم بگو برفتم برات کار حالا که دو تیره میللو با 5 میشه نه اشیش با شما برون خود پیار خود گپ زن برو خود پیار خود گپ زن خاطر گفت اگه 5 بالاتر به 5 نیم هم نمیشه یعنی رمضان چی بگم رفیقم هستی دلم نمیشه تو را از سر زمین بر کنم راست میگم بعد از کو برو 5 نیم گفتم 5 نیم بخیر باش سه من پول به شما پیشکی میارم بیار نمازدگر به جمع منه سه خوبه 2000 به شما میارم بر هر دفعه که نوبته میشه اونا یک شوره بدیم سه خوبه شوره سیاه بفهمیدی خوبه